نمایشگاه‌های کتاب از آن جهت اهمیت دارند که فرصت‌های زیادی را به تهیه کنندگان کتاب و مصرف کنندگان یعنی خریداران کتاب مهیا می‌کنند. در نمایشگاه‌های کتاب امکان دیدار و گفتگوی خوانندگان با نویسندگان، مترجمان و ناشران فراهم می‌شود و نیز در حاشیه نمایشگاه‌ها گاهی نشست‌های نقد و بررسی، رونمایی کتاب‌های جدید، کارگاه‌های آموزشی و امکان امضا گرفتن و عکس گرفتن با نویسندگان نیز مهیا می‌شود. سالانه در جهان نمایشگاه‌های زیاد کتاب برگزار می‌شود. رقم دقیقی که بیانگر تعداد نمایشگاه‌های کتاب باشد در دسترس نیست، اما چند نمایشگاه مهم در جهان هستند که از اهمیت بالایی برخوردارند. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین نمایشگاه‌های کتاب در جهان و همچنان صحبتی خواهیم داشت در مورد صنعت چاپ کتاب و تجارت کتاب. در صدر تمام نمایشگاه‌های کتاب جهان، نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت قرار دارد. این نمایشگاه از بزرگترین و قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های کتاب در جهان است. سابقه چند صد ساله دارد و قدمت آن به قرن 15 میلادی میرسد. در این نمایشگاه سالانه حدود 100,000 نفر از نزدیک به 100 کشور جهان شرکت می‌کنند. این نمایشگاه معمولاً در ماه اکتبر هر سال دایر می‌شود. 5 روز ادامه می‌یابد. 3 روز آن به بخش تجاری و فعالان حرفه‌ای اختصاص دارد و 2 روز پایانی برای عموم مردم باز میباشد. نمایشگاه کتاب لندن که از مهمترین نمایشگاه مهم اروپا و جهان به شمار می‌رود، رتبه دوم نمایشگاه‌های جهان را به خود اختصاص داده است. تمرکز این نمایشگاه بر تجارت کتاب و حقوق نشر است و بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، حقوق ترجمه و نشر در این نمایشگاه بسته می‌شود. این نمایشگاه بستری است برای معاملات بین‌المللی برای کتاب‌های جدید. قراردادهای خرید و فروش، حقوق ترجمه و نشر کتاب. این نمایشگاه اغلب در ماه اپریل در لندن برگزار می شود. نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیویورک با نام بوک اکسپو امریکا یا BEA نیز شناخته می شود. در جدول نمایشگاه‌های جهان در شماره سوم قرار دارد. در این نمایشگاه هر ساله نویسندگان، ناشران و توزیع کنندگان کتاب از سراسر دنیا گرد هم می آیند و نیز فرصتی است برای نویسندگان مستقل. این نمایشگاه همچنان روی رشد دیجیتالی نشر و فروش کتاب نیز تمرکز دارد، اما نشر کتاب در کشورهای شرقی هم رونق زیاد دارد. کشورهای مانند ژاپن، چین، اندونزیا، هند، ویتنام و ایران هم از جمله کشورهای مهم نشر و چاپ کتاب محسوب می‌شوند. در نمایشگاه بین‌المللی ژاپن که هر سال در فصل تابستان برگزار می‌گردد، فرصتی برای ناشران و خوانندگان کتاب مهیا می‌شود تا بیشتر با هم آشنا شوند و بتوانند به صورت مستقیم تماس داشته و تبادل افکار نمایند. در کشور روبرشت و پهناور چین هم نمایشگاه برگزار می‌شود که بزرگترین نمایشگاه کتاب آسیا به شمار می‌رود. این نمایشگاه فرصت مناسب برای انتشار آثار خارجی در بازار چین است. علاوه بر بخش‌های تجاری، برنامه‌های فرهنگی و تخصصی متنوع مانند انواع سمینار، نشست و کنفرانس در آن برگزار می‌شود و یکی از مهمترین دروازه‌های ورود به بازارهای آسیایی و جهان است. نمایشگاه‌های کتاب هند، اندونزیا، ویتنام و ایران هم از مهمترین نمایشگاه‌های کتاب در آسیا به حساب می‌روند. تقریباً در تمام این نمایشگاه‌ها هدف این است تا کتاب‌های جدید به خوانندگان معرفی شوند، فرصت عقد قراردادهای تجاری کتاب مهیا شود و نویسندگان و مترجمان هم بتوانند برای خود بازاریابی کنند و با خوانندگانشان تماس مستقیم برقرار کنند. قابل یادآوری است که صنعت نشر کتاب 64مین صنعت بزرگ و 32مین صنعت تولید جهان است. در میان کشورهای جهان بیشترین سهم فروش کتاب مربوط به ایالات متحده آمریکا است. 24% کل فروش صنعت نشر و کتاب در سال 2023 مربوط به ایالات متحده آمریکا بود. پس از آن چین با 19%، آلمان با 9%، ژاپن با 8%، هند 5% و انگلستان 3% بازار فروش کتاب و صنعت نشر را در اختیار دارند. سهم فروش کتاب‌های کاغذی در جهان در سال 2023 نزدیک به 65 میلیارد دلار بود و سهم فروش کتاب‌های الکترونیکی به 11 میلیارد دلار می‌رسید. این رقم در سال‌های آینده با توجه به رشد جمعیت، بیشتر شدن سطح باسوادان و نیاز به معلومات افزایش قابل توجهی خواهد داشت.